یه واژه‌ای هست به اسم تاسیان، یک واژه گیلکیه که معادل فارسی نداره. بعضی از اون به معنای دلتنگی یاد میکنن، اما دلتنگی زمانی اتفاق میفته که حالا دوستی رو از دست بدیم و یا از نبود او دلتنگ بشیم. اما تاسیان میتونه هم از نبود و دوری شخص باشه و همین که بیدلیل دل آدم گرفته باشه. بعد تو قدیما یه سری خونه های قدیمی تو کوچه های باریک بود که حالا این خونه ها پنجرهایی داشت که رو به کوچه باز می شد. وقتی به پنجره نگاه می کنید اون یه حس و حال انتظاری درتون ایجاد میشه که به اون میگن تاسیان. و یه شعری هوشنگ ابتهاج داره که میگه آری آن روز چو میرفت کسی، داشتم آمدنش را باور، من نمیدانستم معنی هرگز را، تو چرا باز نگشتی دیگر. خیلی زیباست. چقدر این گیلکی ها واژه هاشون زیباست، چقدر میتونن حس حال آدم رو با کلمات ساده شعر بدن. واقعا زیباست.